بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 9/2/1403 ساعت 3 شب، دقیقا ساعت 3. در رابطه با موضوع قبلی که خودشناسی بود، قسمت 1 بود، در ادامه خواستم قسمت دومش رو آماده کنم. مقداری کامنت دریافت کرده بودم، یه سری سوالات داشتن دوستان و پرسش‌های رو این زمینه. من دونه دونه سعی میکنم هم جوابایی بهتری بدم که مورد پسند دوستان باشه، همین که سعی میکنم بر اساس مطالعاتی که داشتم در زمینه و تجاربی که داشتم سعی کنم به زبان خودم روشنگری کنم. اول یه نکته بگم، این که من شخصیتی که دارم به این صورته. من یه آدمی نیستم که دچار شبه علم بشم یا مدعی روانشناسی، روانکاوی یا مشاوره یا از اینجور چیزا بشم، یا به قول معروف تجربه خروج از بدنی بوده و حالا بخوام از این موضوع سوء استفاده بکنم و بخوام هدایت انجام بدم. من این موضوع بگم که سال 99 یکی از کاربری‌های شرکت من تأسیس مراکز و شرکت هایی بوده یا مشاغل خانگی بوده برای افراد شهرستان خودم و مرکزی داشتیم مثل مرکز نوآوری توسعه تعاون. حالا بازم به خاطر خیانتایی که در اون شهر به من شد این مرکزم تعطیل کردم و یکی از کاربری‌های اصلی اون مجموعه توسعه فردی بود. تو بحث توسعه فردی خودشناسی هم جای داره. حالا من خیلی دوست ندارم معلمی صحبت کنم، دوست دارم دوستانه مثل یک رفیق با شما مخاطب صحبت کنم و صرفاً بر اساس دانشی و مطالعاتی که دارم دوست دارم کمکی کرده باشم و صرفاً باقی صالحات، یعنی هیچ نیازی ندارم که جوابی بگیرم یا ببینم اگه برخوردها خوب بود ادامه بدم. نه، واقعاً فقط دوست دارم به هموطن خودم، به کسی که زبون منو میشنوه و میفهمه کمکی بکنم. یعنی هیچ نیت دیگه خالصانه نیت دیگه ندارم، کاملا خالصانه است. و اینم دلیلی داره، این توفیقی که به من داده شد که شاید مردم الان صدای منو میشنون و علاقه دارن، دلیلی داره. چون من خیلی وقت دوست داشتم صحبت کنم، خیلی وقت، سالهاست حتی، ولی خب قسمت نبوده. سکوتو بیشتر ترجیح میدادم، بیشتر سعی میکردم خودم مطالعه کنم، خودم رو بالا ببرم. حتی شاید نمیدونم، بعد شاید دوستان متوجه شدن، بلوش 4 روز پیش تصمیم گرفتم تلگراممو پاک کردم و اینستام لینکشو برداشتم، تلگرامو پشیمون شدم مثلا به طور کامل از این صحبت. گفتم من دانش آموزم، هنوز خیلی چیزا مونده یاد بگیرم. چه نیازی دارم که اصلا صحبت کنم؟ الان من هنوز باید خودم یاد بگیرم، چه برسه به جایگاهی برسم که به کسی چیزی یاد بدم. ولی حالا به اصرار خانم خودم بود که تا اینو انجام بده، صرفا یک سعی کنی یک کمکی بکنی، حداقل به هموطنایی که تو این شرایط کشور سختی میکشن، کلی سوالات براشون به وجود میاد و من حس کردم باید یه کاری کرد. حداقل فیزیکی نتونم کاری بکنم، حداقل با کلامم شاید بتونم مرهمی بشم بر قلبشون، از سردرگمی ها راحتشون کنم، حداقل یک راه روشی بدم که بشه شرایط کنونی راحت تر تحمل کرد یا بشه خودمون رو بهتر بسازیم که حداقل زندگی خوبی داشته باشیم. زندگی اصلا اون چیزی نیست که به ما یاد دادن. خدا را شاهد میگیرم زندگی اصلا اونی نیست که حتی پدر مادرای ما به ما یاد دادن. نه اینقدر سخته، نه اینقدر زشته، نه اینقدر سیاهه، نه اینقدر مرگ ترسناکه، نه اینقدر آخرت ترسناکه، نه اینقدر خدا ترسناکه. به والله همه چیز آسان و ساده و روان و قشنگه اگه واقعا شما ماهیتش رو بفهمید. من تو تمام صحبتام یک چیزی رو خیلی تاکید میکنم،
همیشه میگم خودشناسی. آدم از خودشناسی به همه چیز میرسه. ببینید این شعار نیست که ما بگیم خودشناسی و بعد از خودشناسی به خداشناسی میرسید. اصلا خودشناسی یک مسیره که شما درش زندگی میکنید تا از این دنیا رو طی کنید و برین. من دوره تاکید میکنم، من آدمی نیستم که بخوام نمیدونم از این حرفایی که تو اینستا اینا زیاد شده، نمیدونم آگاهی های دوره کارما یا نمیدونم این مسائل شبه علمی و این حرفا نیست. من یه حرف حقو میزنم، سعی میکنم، یعنی حرفی که هممون با گوشت و خون دیدیم و باور داریم و فکر میکنیم هم با عقل میخونه هم با قلب میخونه. نه اینکه بگیم عصر فلان رسیده، دوره آخر زمانه، یا هر چیزایی که شاید یه گروهی بپذیرن یه گروهی نپذیرن. هرچند نظر همه محترمه، ولی من به این نتیجه رسیدم میشه همه چیزو در یک کلمه خلاصه کرد: خودشناسی. یعنی آدم بره به سمت اینکه به خودآگاهی برسه، خودشو آگاه کنه. حالا اون آگاه شدن نه اینکه شما فکر کنید خب من دیگه میدونم باید چی کار کنم، من دیگه میدونم چه خبر دنیا. نه، این نیست. این یک مسیره، این یک راه، یک سبک زندگیه. اینکه شما تماما روی خودتون متمرکز بشین، روی شخص خودتون. درسته بچه شاید داشته باشین، شاید پدر مادر بیماری داشته باشین، شاید اصلا شرایطی نباشه که بتونید به خودتون تمرکز کنید، ولی خدا شاهده هیچ راهی وجود نداره جز اینکه خودتونید در نهایت. یعنی روزی که این دنیا تموم شد برای شما و رفتین، در نهایت با خودتون روبرو میشین، نه با هیچ کس دیگه. خدا و شمایی، تمام. شما این دو کارهایی که کردین و کارهایی که قراره بعداً بکنید. خبری نیست، نه از دوست، نه از پدر، نه از مادر، نه فامیل. شاید اونها رو ببینید، ولی اونها نیستن که تاثیرگذار باشن در آخرت شما. خودتون تاثیرگذارید. اگر در هر شرایطی به دنیا اومدین، آخرتش به خودتون بستگی داره. چه خوب به دنیا اومده باشین، چه زشت دنیا اومده باشین، در نهایت همه چیز به خودتون بستگی داره. یک چیزی که خیلی دوستان میپرسن از این سرکشی دنیا، من یه داستانی رو بگم که بخوام نشون بدم این دنیا چقدر سرکشی. یه فیلمی هست که فکر کنم خیلی دیدنش، در راه جاده سبز فکر کنم اسمش بود، یا مایل سبز. این بحث داستانش یه مرد مسن‌تری نشون میده با اون بازیگر، ولی در اصل یک نقش جوونه، یک پسر شاید 12 ساله است توی این حالات. این یک پسر سیاه‌پوسته تو یکی از ایالت‌های آمریکا و در نزدیک یک مزرعه زندگی میکنه و خدمتکار اون صاحبین مزرعه هست و 2 پسر و دختر هستن. ظاهراً نمیدونم به چه دلیلی یک گروهی میان اون رو میکشن یا به صورتی کشته میشن این 2 بچه. و زمانی که این پسر بچه سیاه پوست میره پیششون، میبینه اینا آغشته به خونن و اونا رو تو آغوشش میگیره و اشک میریزه. حالا فیلمی که ساختن کم تخیلیه ولی واقعیتش این بوده. و در نهایت این که خانواده اون بچه ها پسره رو میگیرن میبرن به سمت اعدام که تموم شه دیگه. و اون پسر میگه من تا زمانی که نوبت اعدام برسه یک کتاب مقدسی داشتم، یک کتاب انجیل داشتم و اونو مطالعه میکردم و از خدا میخواستم تا منو نجات بده و طریقت مثلا تسلیمم گرفته بود و تمام تلاششو میکرد خدا به اون رحم کنه و نجات پیدا کنه. و اون کتابو پدر مادرش براش خریده بودن و گفته بودنش اون تنها مونس توه. و زمانی که وقتش میرسه اون پسر رو بیگناه میبرن روی صندلی الکتریکی، همون انجیلی که قطور بود و زیر پاش میذارن که سرش به اون کلاه خودی که برق الکتریسیته وارد قرار بزنه برسه و اونو به عنوان یک سکو براش استفاده میکنن، همون انجیلو. یعنی همون انجیلو میکنن وسیله اعدامش و در نهایت اعدامش میکنن به صورت الکتریکی. بعد 10 سال بعد یک قاضی فکر میکنم تو که از ایالت‌های آمریکا به این نتیجه میرسه که اصلا این بچه بیگناه بوده و اشتباهی کشته شد. خب
ما تمام خودمون در این داستان میتونیم خلاصه کنیم. هممون مشکل داریم، یعنی هر کسی به شکلی، یکی با پوله، یکی با بیماریه، یکی با عذاب همسره، یکی با عشقی که بهش خیانت کرده، یکی این که با همسرش نمیتونه بسازه، یکی از پدر مادری که بهش ظلم میکنن. هر کسی به یه شکلی یا جامعه دیگه، هیچی که نباشه، جامعه‌ای که توش زندگی میکنیم ظلم میکنه، هم در ایران هم در کشورهای دیگه. هر مردمی که بخوان آزادی خواه باشن بهشون ظلم میشه. این یه حقیقتی که بوده. ببینید مال الان نیست، از انسان ابوالبشر تا همین الان محدود به هیچ خاکی هم نیست. هر جا انسانی خواست فریاد آزادی بگه باش مقابله شده. حتی این کشور خودمونم که توشیم، یه روزی باز مردمی اومدن انقلاب کردن و باشو جنگیدن. الان هم برید با تو می جنگن. این داستان تمام بشه، حکومت دیگه هم باشه، باز برید جلو، باز می جنگن. آمریکا هم باشین با تو می جنگن، سوئد باشیدن با تو می جنگن. اصلا این سیر ظلم بر انسان، از انسان به انسان، اصلا تمام نشدنیه و تا زمان مشخص اینا ادامه داره. حالا بعضیا میگن ظهور آقا صاحب زمان، قطعا ظهور آقا صاحب زمان تمام میکنه، ولی آیا رفتین داستان بخونید که آیا بعدش چی میشه؟ خب ما اینو میدونیم و باید بخونید شما که حتی آقا صاحب زمان هم به شهادت میرسونن روزی. یعنی این سیر قهقرای انسان تا روز قیامت وجود داره. هیچ صعودی نیست که پشتش یک سقوط نباشه. خب ما چه باید کنیم؟ ما باید چه برخوردی کنیم؟ هم از جامعه، هم از عزیزانمون، هم از خواهر برادر، پدر مادر، دوستان. از ضربه‌ای که از همه میخوریم. سوار ماشینیم، با بوقی شاید یه ماشینی دلتون اذیت میشه، با یه حرکت ماشینی آزار میبینیم. ما باید چه کار کنیم؟ ببینید هممون داستان داریم. یعنی هر کسی رو بشینید باش چند دقیقه حرف بزنید، یک داستانی از زندگیش برات تعریف میکنه که یک تراژدیه، یه جوری بشه یا ظلم شده یا خیانت شده. یعنی انسان ها به هم رحم نکردن. این یه حقیقته. من یه داستان فقط به تو بگم. من یادم دسفول زندگی میکردم، تازه ازدواج کرده بودم. من خیلی سن بالا ازدواج نکردم، 26 سال ازدواج کردم، 25 سال چند ساله با خانومم آشنا بودم. یعنی تقریبا 23 سالگی دیگه رفتم به سمت ازدواج. به محض که وارد خونه شدیم، ما تو مسکن مهر زندگی میکردیم. یعنی با شرایط خیلی سطح پایینی شروع کردم. ماشینم ما با 12 میلیون تومان قسطی خریدم و خیلی با شرایط سختی زندگی شروع کردم. خانواده خیلی کمکم کرد، پدرم، مادرم و پدر مادر خانومم و فامیلامون خیلی برا من طلا خریدن. یعنی اینقدر طلا خریدن که من میتونستم یک خونه بخرم، ولی تصمیم گرفتم، گفتم خب بذار اول کارمو توسعه بدم بعد خونه بخرم. بخاطر کل دارایی منم یه مقداری دلار بوده، طلا بود، اندازه شاید 2-3 میلیارد تومانی به پول الان بود و دیگه چیزی نداشتم جز اون دارایی نقدی که واقعا واسه یک جوان فوق‌العاده بود. و شما با یه ذوق و شوقی میری تو خونه زندگیتون که قراره زندگی جدید شروع کنید. خب ما یک هفته نکشید، فقط یه سفر بیرون رفتیم، برگشتیم خونه، دیدم تمام مبلمان خونه پاره پوره، میزا باز شده، کمد خونه ریخته بیرون. متوجه شدیم که همسایه های من، همسایه بغلیم و همسایه طبقه پایین که یک معتاد بود، برنامه ریزی کردن تا من از خونه اومدیم بیرون، حمله کردن خونمون و تمام دارایی منو بردن، تمام طلاهامو دزدیدن، هیچی برام نموند. فقط حلقه ازدواجم، انگار خدا تو این آزمایشش فقط میخواست بگیش تو فقط خانومت میمونید، هیچی برای من نذاشتن، هیچی. حتی من در این حد دیگه نداشتم که حتی کارمو بخوام تأسیس کنم، هیچی. تازه میخواستم برم تو دانشگاه کار کنم، اونم از دست دادم. حتی خریدن ابزار ابتدایی کارم دیگه نداشتم، توانشو نداشتم.
و بعد مجبور بودم توی همون مسکن مهر در کنار این همسایه‌هایی که پلیس یعنی اومد پیداشو کرد زندگی کنم. نتونستم هم اثبات کنم، میگفت شاهد بیار، من نمیتونم شاهد از کجا بیار. ولی مثلا همسایه بغلی من قشنگ به اینو بیان کرده بود که ما هر کی بخوایم از این خونه میندازیمش بیرون. تو اون شهری که زندگی میکردم خیلی قبیله‌ایه و ستمی که به من کردن به خاطر همون مناقشه شده قبیله‌ایه. حالا معتادی هم بود اون شخص، همشون هم کارمندای اداره‌ای بودن، کارگرای خیلی سطح پایینی اداره‌ای بودن که تو اون مسکن مهر که تعاونی بود مستقر شده بودن و اون بلا رو سر من آوردن. یادم مشت میکوبیدم تو دیوار از ناراحتی، یعنی جای انگشتام رو دیوار میموند و اشک خانوممو که میدیدم دیگه داشت قلبم پاره میشد. تصور کن اون لحظه که خونتون رو غارت کردن، شب چجوری میتونید توی رخت خوابتون بخوابین؟ خب من اونو مثلا یک تجربه. خب شمایی که داری گوش میدی آیا تجربه نداشتی سختی تو زندگیتون؟ قطعا داشتین. این شکل آسیب دیدن آدم ها از هم دیگه خیلی زیاده، خیلی زیاده. ولی من همیشه یک مثالی دارم. این داستان رو گفتم که این مثالم رو توضیح بدم. ببینید اگه دقت کنید حتی توی سریال ها و فیلم ها یا تو جاهایی که هستیم آدم ها یه چیز خیلی راحت میگن: ای خدا تو کجایی؟ خدایا فلان من کردی، خدایا دهنمو سرویس کردی، خدا تو فلانی، خدا. یک نگاه پر از انتقاد و پر از عصبانیت و انتظار، اینجوری پر کل وجودتون انتظار. پس تو کجایی خدا؟ اصلا خدا کجاست؟ خدا خوابیده؟ اما به ما یاد ندادن، نه تو تربیت خانوادگیمون، نه تو کشورمون، نه توی دینمون حتی، که بابا این دنیا ربطی به خدا نداره، اینا از هم جدان. یکم فکر کنیم. من مثال براتون میزنم. دنیا یک اسب وحشی رام نشده است، یا شما رو زیر میکنه یا شما رو میبره و میندازه زمین، یا هر بلایی میخواد به سر شما این دنیا میاره. این یه اسب وحشیه. خدا کجاست؟ خدا همون اوصال یا همون تناب و زینیه که به گردن این اسبه و شما سوار کاری هستین که روی این زین نشستین. اگه خدا نبود که این اسب با چی میخوای نگه دارین؟ یعنی اینجوری میخوام براتون بگم هر چه بلا به سر ما میاد از خودمون به خودمونه. اگه سرطان زیاد شده یه نفری تو غذاهاش داره مواد افسودنی اضافه میکنه که برای من سرطان زاست. یه کسی نامردی در حق زندگی من کرده که اومده غارتم کرده، یه مسئولی دزدی کرده، یه کسی به کسی ظلم کرده، یه کسی به کاری شما کرده که یه بوقی به شما بزنه که دلتون شکسته میشه. یعنی همه اینو برمیگردن همون دنیا، همون اسب وحشی. ببین از خدا نیست. وقتی اون میاد تو ذهنتون که از جانب خداست، یعنی شما مانع این میشه که به خدا دوست بشین، مانع این میشه با خدا رفیق بشین. حتی در برنامه‌ای که میسازن میگن خدا فلان شما میکنه، خدا جهنمو اینجوری ساخته، شما نمیتونید قرآن انکار کنید، شما نمیتونید بابا جهنمو ما ساختیم. اصلا اگر من حسین صاحبی خوب باشم اصلا جهنمی وجود نداره. این جهنمو فقط خدا بهشتی ساخته بود. انسان ابتدایی که وارد عالم شد یک بهشت بود، جهنمی نبود. خود انسان جهنمو ساخت، همین دنیا جهنمشه، هم آخرتشو جهنم کرد با تصمیماتش، با انتخاباتش. پس دقت کنید اون تناب به گردن اون اسب خداست و ما باید مهارت اسب سواری یاد بگیریم. این مهارت اسب سواری همون مهارت زندگیه که ابتدای ساکن اون خودشناسیه. شما باید خودآگاه بشین.
که من شنونده یا من حسین صاحبی، من کیم؟ دارم به کجا میرم؟ اما دقت کنید، میگم من دیگه کاری ندارم همسایم کیه، کاری ندارم همسرم کیه، پدرم کی بوده، دیگه کاری ندارم تو محیط اجتماعیم. ما داریم میگیم تو بدترین محیط اجتماعی اگه دنیا اومدید. آیا توی شنونده لایق نیستی یک زندگی خوب و آخرت خوبی برای خودت بسازی؟ قول معروف هم، من اصلا آدمی نیستم که بگم فقط به فکر آخرت باشی. دنیای خوب و آخرت خوب، به خدا قسم نمیتونید شما شاید باور کنید، من شکر میگم که سرطان گرفتم. بارها ازم میپرسن چرا بیمار شدی؟ تو پیام هم میگی نمیشه اینجوری تو پیام توضیح داد. من خدا رو شکر میگم که در این شرایطی منو قرار داد که اینقدر آگاهی که قرار بود طی 40 سال به دست بیارم، ظرف 3 سال به دست آوردم. صبری به من یاد داد که قرار بود توی 40 سال یاد بگیرم، به جاش توی 3 سال یاد گرفتم. درد هموطن رو جوری چشیدم که نمیتونه هیچ کسی هیچ جوری دیگه بچشه. عذابی رو چشیدم که درد همه رو انگار چشیدم. اینقدر قلب من رعوف شد، آروم شد که یعنی وقتی میفهمم یک کسی رو میخوان اعدام کنن که شما هم میدونید باور کن 2 روزه من اشکم قطع نمیشه. ببینید آدمی زاد اگر قلبشو اینقدر صیقل بده و آروم کنه، دلش میسوزه برای هم جنس انسان خودش، میخواد از هر کشوری، از هر دینی، از هر ساختاری باشه، چه برسه به حیوانات، چه برسه به اشیاء. حالا چه کار باید کرد؟ دقت کنید، پس کاری نداریم چه خبره، ما چه کار باید کنیم؟ ما باید یک کوله پشتی داشته باشیم و زندگی رو یه چیزی ببینیم به اسم ماجراجویی. یعنی چی؟ یعنی در این هدف‌ها و برنامه‌هایی که برای زندگی تو تعیین کردید ماجراجویی کنید. نه اینکه بگید این مسیرمه باید به مقصد برسم. بهتون قول میدم هیچ مقصدی شما رو خوشحال نمی‌کنه. ولی اگر بدونید کی هستید و کجا میرید، هم مقصدتون خوشحالتون میکنه، هم مسیرش خوشحالتون میکنه. شما یه کوله پشتی برای خودتون بذارین به اسم تجربه، دانش، علم. اصلا یک دفتر بلند کنید، شروع کنید از امروز بنویسین هر آن چیزی که یاد میگیرین. بهتون قول میدم همون جوری که خداوند به قلم و کاغذ قسم خورد، قسم میخورم به قلم و کاغذ روزی به این دفترتون نگاه نمی کنید و تا ابد این نوشته‌ها در مغزتون حک میشن. ولی بنویسید من کیم، چی میخوام و به کجا میخوام برم و بذارین تو کوله پشتی. از حسین صاحبی یه حرف یاد گرفتم، از آقای ایکس یه حرف یاد گرفتم، از شیطانم یه حرف یاد گرفتم، گذاشتم تو کوله پشتی. حالا میخوام مسیرم رو ادامه بدم. دیگه از اهمیتی نداره وصل به حسین نشین، وصل به این بت نسازین از هیچ موجودی. همینجور بردارین و کوله پشتی شخصیتون رو پر کنین. توی شنونده به عنوان یک انسان شخصا انتخاب شدی. دقت کنید، تعداد اولین انسان و آخرین انسان خلقت تعیین شده و تا تو ارزشمند نبودی و تا تو نخواستی انسان باشی، انسان خلقت نکرد، مگر نه یه پشه خلقت میکرد. پس تو این فضیلت انسان بودن داشتی که انسان خلقت کرده. تمسخر میکنی، شوخی میکنی، همه کار میکنی، ولی فکر کن یک لحظه، تو انتخاب شدی. کی انتخابت کرد؟ اول تو گفتیش منو به انتخاب کن و خدا بعد تو رو انتخاب کرد. تو خودت انتخاب نکرده، اون انتخابت نکرد. پس شما یک مرحله خودشناسی اصلا رفتین که تبدیل به انسان شدین
و جلوه یک انسان اومدین. پس نگین حالا به سختی با خودم کنار میام، حالا منم خودم آدم قبول میکنم. تو خیلی ارزشمندی، تو به عنوان یک انسان خیلی ارزشمندی. مهم نیست زن خونه داری یا آقایی هستی که 70 سالته یا بچه هستی 17 16 17 سالته، اصلا اهمیتی نداره جنسیتت چیه یا چه بیماری داری یا چه وضع مالی داری. تو انتخاب شدی و خودت انتخاب کردی به عنوان یک انسان خلق بشی. به فلاح قسم دنیا هیچ مکافاتی نیست، ما مکافاتش کردیم. شما در روز چند بار شکرگزاری و قانعید نسبت به چیزهایی که دورتونه؟ تا حالا تجربه کردین؟ میگن شکرگزاری چقدر لذت ها میاره تو زندگی. تا حالا تجربهش کردین چقدر این شکرگزاری میتونه اتفاقات عجیبی تو زندگی تو اتفاق بیفته بابت اون؟ خود این کلمه این که ما شکرگزار باشیم خودش یک از اون گزینه‌هاست که برده بذاری تو کوله پشتت و مسیرت ادامه بدی. قرار نیستی که بمونی متوقف بشی. پس کوله پشتیتو ببند، محکمش کن و برو زندگی رو بازی کن و بازیگر زندگیت باش و سوال بپرس و زندگی رو مثل یک کسی که وارد جنگل میشه طی کنید. دقت کنید، من تاکید دارم طی کنید. یعنی چی طی کنید؟ یعنی من امروز دارم میرم بالا از این جنگلی که میخوام به کوهی برسم، مثلا مسیری رو طی کنم، پام زد به سنگی شکست، گذشت، مداوا شد، پام رفتم. صرفا از اون سنگی که زد پامو شکست برای من یاد یک خاطره و یک تجربه و درسی بگیرم و بگذارمش برم. گذشت. اون آدمایی که اومدن و رفتن تو زندگی شما به شما یاد دادن. ببینید 3 چیز سیر قهقرای انسانه: تفکر به گذشته‌ای که وجود نداره، نگرانی از آینده‌ای که وجود نداره و سومین چیزی که وجود نداره خواب‌های آشفته شماست. ببینید خواب‌ها خیلی پیچیدن. یکی از امور خواب‌ها خواب صادقه است که مطالعه کنید متوجه میشید. مابقی خواب هم توهمه، همه مولا به هم ریختگی‌های روزتونه، حاوی پیغام نیست. اگر شما حاوی پیغام بود خب پیامبر میشدین. خداوند اینو چرا گفتم؟ اینو می‌خواستم بگم که خداوند حی حاضره. شما خوب گوش بدین میفهمین زبونشو. اگه خوب گوش بدین میفهمین کجا چه چیزی در قلبتون روشنه، کجا وجدانتون قلقلکش میاد، کجا میفهمین چه کاری شره چه کار خوبه. خدا توی بیداری کنار شماست، نه تو خواب و خماری. اگه اینجوری خب مواد مخدر هم مصرف کنید، تو خماری هم خدا رو میبینید، قارچ هم بزنید خدا رو میبینید. اون خدا نیست، اون وهمه. خدا اگه میخواد به شما پیغام بده تو بیداری بهتون میده. همین درس هایی که تو زندگی، همین سنگ هایی که تو زندگی جلو پاتون میاد، همین تصمیماتی که جلوی پاتون تو زندگی میاد، همینا خدا، زبون خدا اینه. خداوند با علم با شما صحبت میکنه. خدا با سندش اینه، نه با خرافه، نه با خواب. من خواب دیدم فلانی اومد توی خوابم و من گفت برو فلان کارو کن. اگه صادق از کاری بهش نداریم، ولی 99% واقعیت ندارن خواب ها. یه چیزی به تو بگم که در مورد خواب یکم شاید خنده تو بگیره، یک داستانیه. باز کسی که شرکت منو تعطیل کرد در غیاب من اینجوری بود که ظرف 10 روزی که من اومدم تو اون سفر، شرکت منو ظرف روز سوم تعطیل کرد بی اجازه. شرکتی که به امانت بهش سپردم. خب میدونین چه جمله‌ای به من گفت؟ بعداً تو نامه‌ای نوشته بود، فرستاده بود. من خوابی دیدم و در خوابم مادرم در خوابم اومد گفت علی جان این آبی که داری به من میدی میخورم داره سینم میسوزه. و بعد بلند شدم از خواب، متوجه شدم که پول این شرکت تو حرومه و 134 کارگر اخراج کرد. خانم 134 تا خانم بی سرپرست و شرکتی که به امانت بهش سپرده بودم و من در بیماری موندم و شرکتم هم از دست دادم و در فقر فرو رفتم. حالا داستان چیه؟ کجا میفهمیم خواب این آقا چرند بوده؟ چون مادر این آقا زنده است و در اتاق کناریش خواب بوده.
خب مرد حسابی برو پیش مادرت بیدارش کن، بابا مامان تو اومدی تو خوابم، خب من زنده‌مو بیدارم، تو بیدار نمیتونی پیام بدی، تو خواب میای سراغم. ببینید این آشفتگی‌های ذهنش بود که باعث این بدبختی شد. 934 نفر حق ناز خورد و برید. هرچند آقا تینت اصلا خوبی نداشت، از چند ماه قبلش یه شرکتی تأسیس کرده بود و داشت به اون سمت میرفت. مورد بعدی هم که بگم، ببینید اینا همه در راستای خودشناسیه که میگم خدمتتون. ما در نهایت از این دنیا چی میخوایم ببریم به آخرت خودمون؟ خب ما همیشه به ما یاد دادن عمل صالح. عمل صالح، ببینید این جمله عمل صالح رو کی گفته؟ روایات هست از قدیم، ولی اگه بازش کنیم عمل صالح چیه؟ فقط کمک کردن، اینکه زندگی خودم رو صرف بقیه کردم؟ نه این نیست. فقط من به تو گفتم خدمت به دو شخص، ابتدا به خودتون، دوم به نزدیکترین کس زندگیتون. حالا یعنی چی؟ خودتون یعنی به نفس خودتون، به خودشناسی برسین، به تکامل خودتون برسین و جوری خودتون رو بسازین که هم راضی و هم شاد و هم شکرگزار و هم موفق باشین در دنیا و آخرتتون. و دومین کسی که بهش خدمت میرسه نزدیکترین کس. ببینید نزدیکی نگین فامیل یا پدر مادر یا همسر، اونا هستن. یعنی من الان حسین که نشسته اینجا، یه آکواریوم جفت ماهی وجود داره پیشم، این ماهی اگه یه لیوان آب دستم، به این لیوان آب همینجا که راه میرم تو ماشینم میشینم، پس این ماشین بهش محبت میکنم. محبت کردم اینجوری نیست که برم به آهنش دست بکشم بگم چه آهن قشنگی، میگم خدایا شاکرم به درگاهت بابت این ماشینی که به من دادی، خدایا شاکرم بابت این سلامتی که به من دادی، خدایا شاکرم که بینایی که نداشتم به مرور زمان داره بیناییم برمیگرده، خدایا شاکرم که من به آرامش رسیدم، خدایا شاکرم که میتونم بیشتر بفهمم و محبت کردن یعنی این. شما حق ندارین به یک گل مصنوعی بگین تو مصنوعی همینجوری هستی ولش کن بذار خاک بخور. باید بهش محبت کنید. سلول اتم اون زنده است. همین گوشی موبایلی که دست شما زنده است، چه برسه به حیوانات، چه برسه به انسان‌ها. پس عمل صالح در دو چیز، یک چیزش خدمت به خود و دیگرانه و یک چیز دیگهش عمل صالح شما آگاهی شماست. یعنی باید آگاه بشین. حالا آگاهی یعنی چی؟ اگه خوب داستان تجربه گران دیده باشین متوجه میشین هر کسی به مقدار آگاهیش اونجا دریافت میکنه. یعنی به نظر شما حکیم، رازی یا حافظ یا فردوسی یا ادیسون یا آلبرت انیشتین همون مقدار دریافتی میکنن که من حسین صاحبی میکنم؟ قطعا نه. اونا بیشتر دریافت میکنن. اونا انگار رنگ‌های بیشتری رو میبینن، انگار جایگاه بالاتری رو میفهمن. اگه به خوردن شیر عسل، خب اینا مثاله. مهم اینه که من حسین راضی نیستم به شیر عسل. خب الان هم هست میرم میخورم، مشروبم الان هستم بخوام برم میخورم. این نیست. اینی که من الان تنها چیزی که ارضا میکنه آگاهیه. دوستان بفهمم عالم‌ها چه خبره و اونجا اینو در اختیارم میذارن. اصلا ابدا فکر نکنید، نرید سراغ این موضوع که بابا گند تو این زندگی یه روزی میریم تو اونجا فقط راحت باشیم. اصلا این نیست. آیا وقتی شما یه بچه بودین 10 سالتون بودم اینجوری فکر میکردین؟ چی شده؟ اون موقع همینجور فکر میکردین؟ اگه اونجا بود خب میشستید یه گوشه اصلا بازی گوشی نمیکردین. بابا مثل یک ذهنیت بچه دارید اونجا، یک بازی گوشین. هر چیزی که بخواین در اختیارتونه، نه با شیر و عسل، از هر چیز معنوی.
ولی باید اینجا احساسش کنید که اونجا در اختیارتون باشه. مگر اینجا نفهمم لذت علمو، اونجا علمی در وجود برام نمیاد. اگر من اینجا نفهمم لذت آشپزی و اونجا آشپزی در اختیارم قرار داده نمیشه، اصلا اونجا لذتش رو حس میکنم. پس نباید دامنه لذتامو ببرم بالا تا اونجا بفهمم. مگه نه با نگاه سیاه به خودم، به الان زندگی خودم، خب این نگاه سیاه به خودم ببرم اونور، قرار چه اتفاقی بیفته؟ هیچ اتفاقی نمیفته، همون همراه همه. من تو برنامه اینو نگفتم، به اینجا میگم. بعضی میگن پس شما چیز سختی ازتون نخواستن یا جهنمی ندیدین. چرا؟ نگفتم توی برنامه. من فقط یک چیز بد دیدم، یک چیز بدی که انقدر شرمنده شدم از اون خانم که فکر میکنم نتونستم حتی مدت طولانی اصلا دیگه دهنمو باز کنم، دیگه هیچی نداشتم بگم. میدونی به من چی گفتن؟ دقیقاً کلمه بود، جمله‌ش این بود: از چه و برای چه میترسی و از چه و برای چه خوشحال نیستی؟ ببینید این دو کلمه میترسی و خوشحال نیستی یک دامنه از اتفاقات در زندگی. واسه چی میترسیم؟ قرار چی از ما گرفته بشه؟ مگه ما یه حسین نیستم که یه کوله پشتی روش نمیدم جنگل میرم؟ همه زندگیم تو این کوله پشتیه. میترسم چیو از دست بدم؟ این کوله پشتی خب محتویاتش مجازیه. چیو میخوام از دست بدم؟ چیو از دست میدم که میترسم، ریسک نمی کنم، الان بلند نمیشم؟ از چی میترسم که تنبلی میکنم؟ این ریشه تو ترس داره. از چی میترسیم؟ آیا حق الناس اینقدر ترسناکه که دیگه حتی از خدا هم بترسیم و حتی دیگه اقدام به رأفت خدا امیدش هم نداشته باشیم؟ این چیه؟ این دیگه از کجا اومده؟ این دیگه چه جور تفکری دفعه تو تلویزیون اینا زیاد شده؟ حق الناس اینقدر وحشتناکه که من دارم بهتون میگم خدا اینقدر مهربان است، اینقدر مهربان است که وکیل میشه و حق الناس شما رو میگیره براتون. اما اگه شما هم اینقدر مهربان باشین و اینقدر صاف و صادق و شیرین زندگی کنین، والله خدا دلش نمیاد تو رو اونجوری رها کنه بندازه به حال بنده های دیگه‌تون که اونو تکه پاره کنن شما رو به حق ناسشون. خدا اینقدر شما رو دوست داره. چی فکر کردین در مورد خدا؟ من دارم صحبت از مادری میکنم که مثل یک نوزاد شما رو چنان تو آغوشش فشرده میکنه که دیگه دارید خفه میشید از محبتش. چجور ممکنه فکر کنید چنین خداوندی شما رو رها کنه به حال خودتون و بگه خب از من گذشت، حالا برو حق ناستو بقیه ادا کنه؟ بابا این نگاه انسان هاست. خداوند مگه انسانه؟ این نگاه من شمای محدوده. یکی از سوالاتی که میپرسن اینه که خدا اگر میدونست تقدیر ما چیه و ما از کجا میایم به کجا ختم میشیم، پس چرا دیگه خلقمون کرد و در دنیا شد بانی عذابمون؟ خب دنیا بانی عذابمون، آره دنیا اسب وحشیه. تو اگر اون تنابو بندازی گردنش، یک اسب رامی برات میشه که کل زندگیت لذت میشه. اینقدر زندگیتون لذت میشه اگه اون تناب درست به گردنش بندازید که خودم دارم عرض میکنم بیماری سرطان خون خودم برام شد وسیله‌ای که سجده میکنم و شکر خدا رو میگم که منو بیمار کردی. یعنی ببینید این تناب به گردن این اسب اینقدر شما رو آماده میکنه، اینقدر قدرتمندتون میکنه که زشترین اتفاقات زندگی برای شما زیباترین تراژدی ها میشن. و این خیلی مهمه میگم، و این خیلی خیلی مهمه که میگم به والله قسم آب راکت گندیده میشه، پس موج باید زده بشه مثل دریاها. موج یعنی چی؟ یعنی بره بالا بیاد پایین، بره بالا بیاد پایین. موج همون اتفاقات زندگی هن. همون صعودهای بزرگ زندگی و سقوطهای زندگی هن.
اگر نگاه مسمومی داشته باشین سعوداتون مغرورتون میکنه، فاسدتون میکنه، تازه باعث میشه از خدا دور بشین، از خودتون دور بشین، از چیزی لذت نمیبرین. طبق کتاب شوپنهاور، درمان شوپنهاور، میگه اگر تمام انسان‌ها در یک روز زندگی براشون بهشت میشد و هر آرزویی میکردن برآورده میشد، به والله قسم فردای اون روز مردم همه خودشون حلق آویز میکردن. پس یعنی صعود کامل کافی نیست، ما باید سقوط هم داشته باشیم. حالا آدمای مسموم سقوط ها براشون جهنمه، مش میکوبن تو دیوار مثل گذشته خودم، اشک میریزن، غمگینن، عصبانیان، سیگار میکشن، متنفرن از زندگی. تازه این آدمای مسموم خیلی تنفر پراکنی هم میکنن. اما داستان چیه؟ اون سقوطش تو نباید سقوط بدون، اون یک تراژدیه. تراژدی یعنی یک داستان غم انگیز پر از شکوهه که بعدش یک صعوده و بعد یک سقوطه، بعد یک صعوده و این تلاطم بالا و پایین زندگی میشه یک زندگی. مگه نه کم مکن شما برو درویشی که برو داخل یک جایی هیچ اتفاقی برای زندگیت نیفته، یک زندگی لجن کوتاه داری. من حاضرم کوتاه زندگی کنم ولی در تلاطم زندگی باشم، یک روز ثروتمند بشم، یک روز فقر داشته باشم. من روزهایی بوده به حدی ثروتمند بودم که روزی 400-500 میلیون تومان مثلا سال 99 درآمد داشتم، سود داشتم روزی. یعنی همینجوری SMS روی موبایلم واسه حسابم اینجوری بوده، دینگ 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 20 میلیون، 30 میلیون، 40 میلیون. روزی هم داشتم یخچالم نداشتم غذا بذارم توش. یعنی پنیر رو داخل خونم جیره بندی کردم، تو مسکن مهر زندگی میکردم. روزی داشتم به حدی سلامت بودم، با دویدن کوه و بالا میرفتم، کوههای منطقه خودمون خوزستان. توی اگر مثلا دمای خوزستان 50 درجه بود، من داخل سوله کار میکردم شاید 65 درجه بود، سقفش کوتاه بود، شاب بود، انقدر بنیه داشتم. روزی هم انقدر بیمار شدم که جسارت توی خودم کثافت میکردم، نمیتونستم خودم و میومدن خدم تمیزم میکردن، همسرم تمیزم میکرد و چه فشار روانی روم بود که از خجالت گیری میکردم و اشک من خون میومد واقعا و اینقدر در نایم و حلقم خون جمع میشد که استفراغ خون میکردم و ترامپون یه چیزی از تو دماغ میزدن، از تو دماغم میرفت تو این کل حلقم رد میشه، از دهانم میومد بیرون که فقط خون قطع بشه، یعنی پلاکت بهم نمیرسید. روزی 7-8 بار پلاکت به من تزریق میکردن، سینگل، یا به من خون اهدا میکردن. اینقدر شرایط وحشتناکی داشت، اینقدر خون ریزی داشته صورت من از دماغ و چشمان من که گفتم بینایی من از دست داده بودم که در خون خودم داشتم خفه می شدم. اونجوری هم سلامتی هم داشتم. یه زمانی اینقدر شهرت داشتم تو شهر خودم یا داخل ادارات و اینا اعتبار داشتم، باور کنید هر بار جلسه یا با آقای روحانی داشتم یا با آقای رفسنجانی افتتاح میکرد محصولاتمو. یه شرایطی هم داشتم که ببخشید اومدن منو روی تخت دستبند بزنن ببرن کارگرا، اینقدر بی اعتبار بودم. در تمام این دورانو متوجه شدم زندگی یک نوسان پایین بالای کوچیک بزرگ از دوران نوجوانی و تا بزرگسالی نوساناتتون بزرگتر میشن، یعنی سقوطهای بزرگتری میکنید ولی صعودهای بزرگتری هم دارید، ولی زندگیتون تکون میخوره، زندگیتون ابدا دیگه راکت نیست. من عمیقاً دارم اینو میگم، حاصل 4 سال جنگیدن من با بیماری صبر نبود، شکرگزاری نبود، هیچ کدوم اینا نبود. یک چیز بود که در قلب من کشته شده بود قبلا، عشق. حاصل 4 سال بیماری من عشق بود. من عشق رو یاد گرفتم، عشق به زندگی، عشق به هموطن، عشق به همه چیز، عشق به بیش از اون چیزی که شما تصور کنید. به همسرم، به خانوادم، میپرستم همسرم،
من اینقدر عاشق همسرمم، اینقدر عاشقشم، اینقدر دوستش دارم که یعنی میگمش بهار اگه روزی شد این عشق با بیماری برای من به وجود اومد، گفتمش بهار اگه روزی از من خسته شدی، از بیماری های من، از شرایط سختی که تو زندگی برات به وجود آوردم، از زندگی من برو طلاق بگیر، کل زندگی من به نامت میکنم و تا آخر عمرم سر تعظیم به سمتت خم میکنم و تا آخر عمرم بندگی تو میکنم، فقط تو در آرامش لذت باشی. اینقدر مدیون تو هم، اینقدر عاشق تو هم. خب این عشق چجور به وجود اومد؟ این عشق رو من ساختم، سیلی خوردم، اون دستی که بهم سیلی زد و گرفتم بوسیدم، پیشونیمو بوسیدن 100 بار بوسیدم. ببینی عشق رو ساختم، عشق ساختنیه. شما مگه چند سال زندگی میکنید؟ تا 24 سالگی خود دوران بچگی، 50 به بالاش هم خود دیگه مسن آدم. شاید ما 20 سال زندگی درستی کنیم. پس چرا عاشق نباشیم؟ عشق ورزیدن به همه چیز. چرا زیبا زندگی نکنیم؟ اگر فرصت برای خور زدن، مصموم شدن، گله کردن وجود داره، ولی ما آزادیم. ما به عنوان یک انسان آزادیم خودمون سرنوشتمون رو بسازیم، حداقل سرنوشت شخصی خودمون بسازیم و با عشق بسازیمش. یعنی به این نیت برسیم که دیگه بابا وقتشه. من حرف انگیزشی نمیزنم، از این صحبت انگیزشی هزاران کتاب وجود داره. من حرف زندگیمو میزنم، حرف زندگی خودتونو میزنم. همه اینا برمیگرده تو ریشه جمله خودشناسی. یه سرلوحه‌ای وجود داره در خودشناسی به اسم منشور سبک زندگی. من گفتم 14-15 سال طول کشید تا این، شاید 17 سال طول کشید تا این منشور رو دیگه متقنش کردم. دیگه تو سن فکر کنم 33 سالگیم دیگه مطمئن شدم چیه این منشور. یعنی من کیم، چیم، کجا زندگی میکنم، چی جور زندگی میکنم، چی دوست دارم و به کجا میرم و در نهایت میخوام به چی برسم. همه‌شو توی یه قالب آوردم، مثل یک نقشه رو گذاشتم تو زندگیم. یه بار سر فرصت اگه دیدم علاقه وجود داره، کاملا فقط تاکید زیاد روی این موضوع منشور سبک زندگی کامل توضیح میدم این چیه. اگه دیدم علاقه وجود داره، چون رو وایس قبلی خیلی علاقه ندیدم، دوستان اصلا سوالات خیلی جالبی نپرسیدم، بیشتر در مورد با نمیدونم چش زخم و اینجور، اصلا من در موردش اینا حرف نزدم. من در مورد زندگی حرف زدم، در مورد خودشناسی و برنامه حرف زدم. پس عمیقاً یکم ذهنمون رو باز کنیم به زندگی، یکم هرچی تا حالا شنیدیم رو دیلیت کنیم، پاک کنیم و دوباره شروع کنیم روی کاغذ سفید زندگی بنویسیم و میتونیم تغییر کنیم. حداقل از ذهن خودمون. تغییر آنی نیست، به مرور اتفاق میفته، ولی باید بخوایم. یه چیزی توی مملکت خیلی نهادی نشونه، هر کسی حرف از امید بزنه، هر کسی حرف از عشق بزنه، باش میجنگن. شما رو موضوع رزق روزی اگه دقت کنید که وایرال شده تو اینستا، کامنت ها رو بخونید، فقط توهین میکنن مردم. پس چرا فلان رفتگر ساعت 4 صبح بیدار میشه فقیره؟ چرا فلانی، پس بیل گیتس هم 4 صبح بیدار میشه؟ پس بعضی میپرسن پس بیداری فقط مهمه؟ آره، بیداری نفس. به خدا قسم اگه شما بفهمید خودشناسی چیه و منشور سبک زندگی چیه و هدفتون رو پیدا کنید و عشقتون رو پیدا کنید، به خدا قسم نمیخوابید. اون موقع به حرف من میرسه دیگه نمیخوابید، اصلا بیهوش میشین، نمیتونید بخوابید. اینقدر هیجان و عشق در زندگیتون نهادی نمیشه. اصلا نگید گذشته از من، نگید منم خونه دارم، نمیدونم من بچه دارم، اصلا نگذشته. من همین حرفو رو برای مامان 75 سالی خودم هم میگم.
و اشک میریزه. میگنش مامان دعا میکنی سر نماز، چرا گریه میکنی؟ اون خود روبرو ایستاده، من دارم میبینمش داره میخنده بهت. داری میترسی؟ میگه آره میترسم، نگرانم. اون میگه تو فکر نباش، بعد تو نگرانی. یا شک داری که میتونه که نگرانی، یا به خودت شک داری. این از این بلند میشه. مگه نه اگه تو بدونی بهش میگی و میکنه، اصلا دیگه نباید اشک بریزی، بشکن بزنی. یعنی این حرفایی که میزنم برای سن خاصی نیست، برای سبک زندگی خاصی نیست، برای شرایط خاصی نیست. همه مشکل داریم، همه سختی کشیدیم. همه جوونا الان دلار که میشه این ور اون ور داغون میشن توی خودشون. بابا بوده، تا تاریخ اینجوری بوده، جنگ بوده، دلار بوده، فلان بوده. و کی وقت بذاریم برای خودمون؟ کی چند دقیقه وقت کنیم به آسمون نگاه کنیم و سیاهی شب لذت ببریم؟ کی به خودمون بها بدیم؟ دیگه کی باید بفهمیم کی هستیم؟ دیگه تجربه گرا یه صحبتی میگه اوایل بود، اون که فکر کنم توی کار ساختمانی بود، بعد پشیمون شده بود، رفته بود یه مینیبوس خریده بود، مسافرکشی میکرد، اون سبک زندگی انتخاب کرده بود. میگفت زمان که اون که جنگ جهانی رو دیده بود، اون دورانا رو، بمب اتم رو دیده بود و آدمای اسلحه رو دیده بود و دوران جنگ اعراب رو دیده بود. میگفت یه چیزی من تو حرفاش برداشت کردم، خیلی عجیب بود. میگفت من توی یه صف آدمی بودم که داشتن همه از یک نقطه میرفتن به یه نقطه، وارد دروازه میشدن و یه سری بالا ملائکه هم دورشو بودن بنهدن میکردن. انگار حس میکرد جز سیاهی لشکری که دارن این مسیر رو طی میکنن که به مقصد برسن. دوستان جز سیاهی لشکر نباشین. بذارین توی تجربه آخرتتون بعد از مرگتون در مکانی حضور پیدا کنی که با یکی شخص شما صحبت کنن، نه اینکه حتی وقت نذارن باتون حرف بزنن، بگن برو تو صف بیس، نوبتی دونه دونه باتون اون موقع اعمالتو میسنجی. تو اصلا لیاقت اینو نداری که آگاه شدی که آگاهی برات توضیح بدیم. این تفاوت تجربه است. سیاهی لشکر دنیا نشین. اگه تو داری این وایس رو گوش میدی، بدون من از دل دارم اینو میگم. الان 4 صبح من دارم این حرفو میزنم. نه پولی میخوام نه هیچی. من فقط دوست دارم به توی شنونده، اون برادرم یا خواهرم کمک کنم که یه جنسیم، تو یه مملکتیم، تو یه خاکیم، تو یه شرایطیم. من شاید زیاد عمر نکنم، همه چیزو برای خودم دیدم، ولی این درس رو بردارین تو کوله پشتیتون بذارین. خداوند چی از ما میخواد؟ تو فلسفه قیامت شنیدین که میگن زمین تخت میشه، همه انسان و اوریان در کنار هم قرار میگیرن. دقت کنین، این فلسفه است. من همیشه میگم قرآن قبل از اینکه کتاب راهنما باشه، این انگار یک کتاب فلسفه است. اون اوریان که میگه یعنی اوریان نه از لباس، اوریان از هر چیزی که فکر میکنید با خودتون بردین و روش ادعا دارین. اون زمین تخت نه اینکه زمینی که تخته، اینکه یعنی همه تون رو به موازی هم کنار هم میذاریم که چی؟ که ای شنونده و ای حسین صاحبی، همه تون یه تیکه آینه کوچولو این کنار هم دیگه، که اگر این آینه ها کنار هم چیده بشه میشه یه آینه بزرگ که میشن جلوه خدا و خدا میتونه خودشو در ما ببینه. ما نیاز داریم خلق بشیم و تجربه کنیم و یاد بگیریم. خدا که نیازی به این نداره. خدا که از آخرتش مطلعه. آخرت یعنی ماها مطلعه. ما اومدیم که گفتیم و ادعا کردیم، حالا اومدیم اکسپریانس رو به دست بیاریم، تجربه‌مون رو ببریم بالا، ادعانشمون رو ببریم بالا، آگاهیمون رو ببریم بالا تا بشیم جلوه‌گر. و همه جلوه‌گر نمیشن. تو باید به خودت بیای تو جلوه‌گر بشی.
ما حتی توسل به معصومینم یاد نگرفتیم چه جوریه. فقط التماس میکنیم، فقط یه تیکه نخ میبندیم. اون نیست به والله، اون بت پرستیه. توسل اون نیست. توسل رفاقته. توسل اینه که بهش بگی یا مهدی اونجا تو وکیلم شو، مثلا من بلد نیستم حرف بزنم، تو وکیلم شو. توسل رفاقته. اونو زندن، همشو زندن. ما ایم که مردیم. خودونو کوچیک نشمونیم، بلند شیم که دیر میشه. وقتی میگم قرآن کتاب فلسفه است، حالا اگه یه چیزی زیاد مثلا تو اینستا و تو جای دیگه دیده باشین، این که مثلا میگن حضرت موسی اومده با یه عصا زده آب فلان کرده، خود تو اگه میخواستی فلان میشد. یا چرا خداوند انیشتن رو نکرده مثلا پیامبر، اون که مثلا فلان. دقت کنید، خوب فکر کنید. ما دانشمند داریم، ثروتمند داریم که میتونن بد یا خوب باشه. ثروتمند داریم میتونه بد یا خوب باشه. آدم سلبریتی مشهور داریم میتونه بد یا خوب باشه. جوان و پیر داریم که میتونه خوب یا بد باشه. اگه دقت کنید دارم اون 5 تا پایه رو میگم: اعتبار، زمان، دانش، ثروت، سلامتی جسم روح. پس یعنی آدمی داریم که سلامتی جسم عالی، ورزشکار، داریم آدم بیمار مثل من، داریم آدم ثروتمند فقیر، داریم آدم دانشمند نادان، داریم آدم مشهور غیر مشهور، داریم آدمی که جوانی زمانش کوچیکه، آدمی داریم پیر. آیا همه اینا میتونن بد باشن؟ بله. آیا همه اینا میتونن خوب باشن؟ بله. پس پیامبری در این نیست که فلان دانشمند چرا پیغمبر نشده، چون گزینه علمو گرفته. ولی پیامبری یعنی پیامی میاره که این 5 تایی که گفتم خدمتتون رو رشد بده. دانشمند خوب، آدم سلبریتی معروف و شهرت و اعتبار خوب، جوان خوب، ثروتمند خوب، آدم با سلامتی جسم خوب، نه بد. پس پیامبری برای اینه که دانشمندان پیامبر نمیشن. که تا حالا پیامبری نداشتیم که دانشمند باشه، نیازی نبوده. خداوند بشارت داده که ما رو به چیز اخروی خودمون ببره، یعنی نیکمون کنه، نیک زندگی کنیم. من میشه میگم خودم تنگ کنم. یه سبکی به اسم نعنا، نون اولش یعنی نیک بودن، ای دومش یعنی عشق داشتن، نون سومش یعنی نشاط، حرف الف آخرش آرامش. آدم باید بوی نعنا بده زندگیش. پس پیامبران اومدن که این 5 تایی که عنوان کردم و توسعه بدن، همون 4 پایه زندگی و کفی که تو وایس قبلی در موردش صحبت کردم. حالا وقتی میگم همه چی فلسفه است، خب داستان حضرت موسی رو بگم خدمتتون. این برداشت شخصی خودم، وحی نیست. یعنی وقتی صحبت میکنه از عصا زدم آب و شکافتم قومی نجات دادم، این معجزه قرآن که نوشته شده و میگن قرآن آخرین معجزه، یعنی فکر کنید داره میگه اون انسان ضعیفه که زبانشم میگرفت و مشکل داشت و تو اون قوم پرقدرت مصریان بود، یه تکه چوب داشت ولی بهش باور داشت، ایمان داشت. خداوند واسطه اون چوب اون دریا رو شکافت و اون قوم عبور داد، فقط به خاطر باور. وقتی میگه ابراهیم رو انداختیم در آتش شد گلستان، این فلسفه است. یعنی حسین صاحبی اگر دیدی دشمنانت بلندت کردن، پرتت کردن تو بیماری و بدبختی، ما کاری میکنیم اون بیماری و بدبختی برای تو بشه اعتبار، اون خار و خاشاک و اون آتیش رو میکنیم برای تو گلستان. اینا استعاره است، اینا فلسفه است. وقتی مسیح مرده زنده میکرد، نه اینکه بحث مرده زنده کردنه، یعنی من توی شنونده یا من حسین صاحبی دل مرده رو زنده میکنه. یعنی هر اون عمل فیزیکی برای اون دوران
که الان داستانشو خداوند میگه، داره میگه چیه؟ داره میگه، داره فلسفهشو میگه. وقتی صحبت از داستان ایوبو میگه، صبر ایوبو میگه، فلسفه پشتشه. یا پیامبری که از قومش ناامید شد و قومش برگشت به خدا و خداوند دردش کرد، دورانی در دهان حوتی قرارش داد، نهنگی در دریا، و دور برش کردن. این فلسفه پشتشه، از امید و ناامیدی. یعنی به داستان‌های قرآن به نگاه فلسفه نگاه کنید. داستان اصحاب کهف یک فلسفه پشتشه. خودتون بهشون فکر کنید. به تمسخر اینا رو میگیرن که عصا آورد زد فلان کارو کرد، یا عصاشو کرد مار. اصلا اون داستان عصا رو به زمین کردن، مار کردن، این نبود که بخواد نشون بده که میخواد مثلا بر جادو غلبه کنه، مثلا ببین من توانمندترم. اگه اینا خب اونم جادو محسوب میشه. میخواد نشون بده اگه تو باور داشته باشی، یه تکه چوب میتونه تضمینی ترین علمی که به اسم جادو وجود هم داره باطل میکنه. وقتی میگم بدترین چشمهای بدم یا مثلا طلسم و جادو هم اگه وجود داشته باشه، با خیرات از بین میره، با ایمان به خدا از بین میره، و اگه شما مستعدش نباشین و از بین میرن، یعنی اینقدر سست بی ارزشن اینا و از بین میرن. فقط کافی باور داشته باشین. دو بخش زندگی، ایمان و باور و اقدام عمل. تو باید باورت قوی باشه، باید ایمانت قوی باشه، بعدش عمل، بعد اقدام کن. مگه نه شب و روز برو شما سجده کن، روزه بگیر، چه فایده داره؟ اصلا چه اهمیتی داره؟ فلسفی پوشش وقتی نفهمی چه به درد میخوره. ساعت 4 صبح 4:04 من وقتتون رو نگیرم. انشالله که این وایس هم کمک باشه. اینم وایس قسمت دومه در رابطه با خودشناسی. در اختیار دوستان انشالله برای من دعا کنید. لطفا اگه سوالی چیزی داشتین به صورت کامنت برای من زیر اون پست مربوط به این موضوع بفرستین، من جواب میدم خدمتتون. دایرکت هم بدین جواب میدم، ولی سعی کنم بیشتر کامنت باشه که بقیه دوستانم استفاده کنن. دوستان بازم تاکید میکنم این صحبت‌های من صرفا برداشت و از مطالعات و تحقیقات و حالا تجارب بودی که گذشته داشتم و صرفا برای کمکه، چون خیلی مشکل ایجاد میکنن. همین صدا رو ضبط میکنن و دردسر درست میکنن برای من، تهدید به وجود میاره. شما نمیدونید، اطلاع ندارین، ولی من خیلی تلفن تهدیدآمیزم بهم میشه، نمیدونم چرا، چه تأثیری داره. حتی منو منع کرده بودن که پست های در رابطه با اون برنامه هم بذارم داخل پیجم، ولی خب مهم نیست، من میذارم. من دنبال تقدسگرایی و اینکه من خبری و من نه پیامبرم نه هیچ، من یه آدم عادیم مثل شما. فقط دوست دارم هموطنای خودم از جنس خودم به توسعه فردی برسن، به خودشناسی برسن، به ثروت واقعی برسن، به رزق روزی واقعی برسن، به آرامش برسن که از همه چیز بالاتر نشاط زندگی و آرامشه، همون بوی نعنا دادن زندگی. طولانی حرف زدم، ببخشید اگه طولانی شد. حلال کنید، منم به حلال کنید و برام دعا کنید. موفق و سربلند. خدا نگهدار.